شام 18 فوریه سال 2024 تخمینا ساعت 18:30 دقیقه راننده автомашин тамغای اوپل استرا میرزایف مبارک شاه سال تولدش 1996 ساکن نویه خوولینگ هنگام حرکت از سمت شهر دوشنبه به سمت شهر کولوب در حدود شهر نورک از اوده دوره وسطای نقلیات نبرآمده پیادهگر قربانوف محمد شاه سال تولدش 1966 ساکن شهر نورک را پخش نموده است. در نتیجه قربانوف به سلامتیش جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. اوید به این حادثه تحقیقات ادامه دارد. راههای تاجیکستان از لحاظ صدمه‌های مرگ‌آور راههای پرخطر دانسته می‌شوند. سال 2023 در راههای جمهوری در 1111 صدمه 519 نفر به هلاکت رسیده، 1179 کس دیگر مجروح شدند. سال 2022 بر اثر 1096 صدمه در راههای تاجیکستان 416 نفر جان باخته، 1197 تن دیگر جراحت برداشتند.